امروز وسط شلوغای اسباب کشی یه قرمه سبزی خوشمزه براتون درست کردم. شاید خونه عوض بشه ولی مزه خونه و حس و حالش به همین قرمه سبزی خوشمزهشه. پس لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، میخوام انرژی بگیرم. اول از همه پیاز رو تفت میدیم، زردچوبه میریزیم، اونم زیاد نمیریزیم چون اگه زیاد بریزیم تلخ میشه. بعد سبزی رو بهش اضافه میکنی، بعد لوبیا رو بهش اضافه میکنی، بعد لیمو عمانی هم بهش اضافه میکنیم و گوشت و قلم هم بهش اضافه میکنیم. همه این کاری که کردیم نمک هم بهش اضافه میکنیم و آب جوش هم میریزیم. بعدی که آب جوش رو ریختیم تموم شد، اونم جوری میریزیم روی سطح رو بگیریم، یعنی روی خورش رو بگیری، زیاد نمیریزیم. بعدی که همه این کارا رو کردیم تموم شد، میریم سراغ آشپزخونه که تمیز بکنیم. این هم از کار ما که شروع شد. اول از همه ظرفا رو شستیم. بعدی که ظرفا رو شستیم تموم شد، مرتبش هم کردیم آشپزخونه، چون مهمترین جا برای تمیز کردن آشپزخونه است. اول بعد آشپزخونه رو تمیز کنی، بعد جای دیگه، پذیرایی و اینا. یعنی خودتون ببینید دیگه چقدر تمیز شد، چقدر مرتب شد، آخرش خیلی خوب شد. یعنی این همه خستگی از تن آدم کلاً از بین میره انقدر که آشپزخونه تمیز شد. این هم از یه چای خوشمزه و لذیذ. بریم که آخر قرمه سبزی رو بهتون نشون بدم. این هم از انتهای قرمه سبزی ما. یعنی از طعم و عطر این قرمه سبزی نگم براتون، خیلی خوشمزه شده. اصلا خودتون نگاه کنید چه خوش